نفوس ومع الأحبة نلتقي لله قد خضعت رؤوس نمضي على أسماء الثور نجلي المواعظ والعبر وبها نعيش وننتقي أغلى المعاني والصور أغلى المعاني والصور من هدي أخلاق الرسول شرح العقيدة والأصول هدي الحبيب محمد في الشفاعة والقبول من هدي أخلاق الرسول شرح العقيدة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوار هستم هر کجا که هستید شاد و موفق و سرفراز و سربلند باشید. همه شما عزیزان و بزرگواران را در این برنامه خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق گفتن، توفیق شنیدن و توفیق عمل به ارشادات دین مبین اسلام عنایت بفرماید. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند و من ستر علی مسلم ستره الله فی الدنیا والآخره. چه نعمت عظیم و بزرگی که انسان در دنیا عیب یک مسلمان را بپوشه، عیب یک مسلمان را واقف بشه و بپوشانه و نتیجه و ثمره این بشه که الله سبحانه و تعالی عیوبش را در دنیا و در آخرت بپوشاند. اگر نگاه بکنیم به احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این راستا احادیث زیادی داریم. در این باره اقوال سلف و بزرگان دین زیاد هستند که ما را متوجه این قضیه می گردانند. سیدنا حسن بصری رحمه الله می فرمایند من کان بینه و بین اخیه ستر فلا یکشفه. کسی که میدانه و واقفه چیزی که هست بین او و برادرش، یک چیزیه که او باید پوشیده بمانه، یک راز هست، او را باید کشف نکنه، او را باید پوشیده نگه بداره. مسئله ستر، پوشیدن عیب، پوشیدن راز به اینه که یک شخص برای تو خواهر مسلمان، برادر مسلمان اطمینان کرده، آمده حرف دل خود را گفته، تو نباید این حرف را افشا بکنی، تو نباید این حرف را برای دیگران برسانی، تو نباید به این حرف خیانت بکنی، باید این را محفوظ بداری و پیش خودت باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. این خیلی مهمه. لا یؤمن، ایمان کامل نداره، آن شخصی که آنچه که برای خود میپسنده باید برادر مسلمان خود هم بپسنده، و آنچه که برای خود نمیپسنده برای برادر مسلمان خود هم نپسنده. این مسئله خیلی مهمه.
خواهر مسلمان، برادر مسلمان، آیا دوست داری کسی بیای عیب تو را افشا بکنه؟ هرگز. آیا دوست داری از تو کسی بیای در جای غیبت بکنه؟ هرگز. آیا دوست داری کسی بیای زندگی تو را تجسس کنه؟ هرگز. پس وقتی دوست نداری تو هم تجسس نکن. وقتی غیبت را دوست نداری تو هم غیبت نکن. وقتی دوست نداری کسی بیای عیب تو را افشا بکنه. هیچ کس نمیتونه بگه من عیب ندارم. در ابتدای برنامه اشاره کردیم بی عیب ذات اقدس الهی هست. هر انسانی به نوعی از انواع عیبی داره. هر انسانی اشکال داره. هر انسانی گناه کرده. هر انسانی معصیت کرده. پس به اینه که آنچه که یک مؤمن برای خود میپسنده باید برای برادر مسلمان خود هم بپسنده. در حدیث دیگر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم ما را متوجه می سازن. سیدنا ابو هریره روایت میکنه نبی مکرم اسلام فرمودن لا یستر عبدا فی الدنیا الا ستره الله یوم القیامه. ستر نمیکنه بنده را در دنیا الا که مگر پاداش از اینه که الله سبحانه و تعالی ستر میکنه او را در آخرت. روز قیامت روزیه که همه چیز برابلا میشه. روزیه که پرده از همه چیز برداشته میشه. روز قیامت خیلی روز سختیه. یوم الطلاق هست. یوم التغابن هست. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه هست. روز قیامت روزیه که به تعبیر شیخ الاسلام ابو اسماعیل هیروی رحمه الله که می فرمایند چی بسا عزیزها در آن روز ذلیل می شوند و چی بسا ذلیل ها در آن روز عزیز می شوند. روز قیامت روزیه که خیلی گناهکاران دنیایی که ما اونها را گناهکار فکر می کردیم و با گناه و معصیت اونها را همیشه یاد می کردیم، اونها حسن خاتمه نصیبشان شده و آخرین لحظات توبه کردن و از دنیا تائب رفتن. شاید خیلی کسان ما در دنیا و فکر این بودیم که اینها صالحین هستند ولی حسن خاتمه نصیب نشده. در آن روز انسان با بزرگترین چیزی که نیاز داره به ستر هست. در آن روز روزیه که الله پرده ها را بر می داره. افشا میشه همه مسائل، همه گناهانی که ما فراموش کردیم، گناهانی که به نظر نیاوردیم، گناهانی که عادی از کنارش گذاشتیم، گناهانی که با انواع مختلف به اونها توجه نکردیم، اونها میآید پیش روی ما و اونها یکایک افشا میشه. اما انسان در آن روز نیاز به ستر داره. چی نعمتی در آن روز که الله سبحانه و تعالی گناهان انسان را ستر بکنه، زشتی های انسان را ستر بکنه، معصیت های انسان را ستر بکنه. این ستر به کجا به دست می آیه؟ در دنیا عیوب مسلمان را ستر بکن. عیبی از همسایه دیدی ستر بکن. عیبی از برادر مسلمان دیدی ستر بکن. عیبی از خواهر مسلمان دیدی ستر بکن. عیبی بالآخره از اقوام و خویشاوندان دیدی ستر بکن، خاص به خاطر الله. وقتی ستر کردی الله در روز قیامت تو را ستر میکنه. ائمه بزرگوار سلف صالح میفرمایند، سفیان ابن
عیینه میفرمایه یقول لولا ستر الله عز وجل ما جلسنا احدا. الله اکبر، الله اکبر. سفیان ابن عیینه میگه الله اگر ما را ستر نکنه، از گناهان ما ستر نکنه، از عیوب ما ستر نکنه، کسی همراه ما هم نشین نمیشه، کسی با ما و در کنار ما نمی نشینه. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، تا میخواهی به عیب دیگران بپردازی متوجه عیوب خود باش. تا میخواهی نسبت به دیگران قضاوت کنی متوجه خود باش. تا میخواهی نسبت به دیگران جستجوی عیوب کنی به جستجوی عیوب خود باش. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته و مغفرته. خوش آمده برادرها، خواهرها، مادرها به کانال ما رشید جابیروف. و من از فرصت استفاده برده همه شما را به آمد رمضان که یکی از بهترین ماه‌های تبریک و تهنیت گفته. در این ماه رمضان صبر که یکی از خصلت‌های الله در همه کمبودی‌ها، در وضع‌بینی‌ها که در این ماه تشنگی، گرسنگی به هر یک ما که انسانیم زور میآید. خدا خواه انشالله وقتی که از صدق دل ما روزه را میگیریم، امر الله که انشالله همه ما مسلمانیم اجرا میکنیم، خداوند سبوکی را به ما هدیه میکنه انشالله. و در این ماهی که ای پیش آمده است رمضان، همدیگر فهمی و کمبودی های حریت خود را بخشیدن در کار. و انشالله از همه شما از کمبودی خودم که آدم به کمبودی نمیشه، یگان کسی خفه کردگیم یا اینکه یگان گپی ناجا گفتم، انشالله عذر میخواهم از همه شما. و شما هم ای همدیگرتان پیش رمضان عذر خواهی کنید. بهترینه یکی مثال یگان تایما خطاگی کردگیم سطر را با جا بیاره که ما که سطرهای همدیگر را گناهامون که سطر کردیم، الله وعده دادگیه که انشاءالله در او دنیا که وزبینترین روزه برای هر یک ما خداوند گناههای ما، کمبودی های ما را انشاءالله سطر میکنه در دنیا. برای فایده هر یک ما که در این ماه مغفرت های سراسر مغفرت گناه های انشاءالله کوشش کنیم که گناه نکنیم و رمضان از صدق دل بجا بیاریم. و صلی الله تعالی و سلام علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رحمن الرحیم. در کانال آبونه شوه انشاءالله